مشتریان بازار سیده نفیسه پایتخت مصر برای دسترخوان رمضانیشان مغز و میوه خشک و دیگر مواد غذایی نیاز اولیه را خریداری میکنند. آنها در صف اولین ها تأثیر جنگی را که در مسافه هزارها کیلومتر از مکان زیستشان جریان دارد احساس کردند. ماه گذشته فونت مصری در مقابل اسعار خارجی 14% قربش را از دست داد و حالا $1 آمریکایی به زیاده از 18 فونت مصری برابر شد. مشتری محلی محمد توفیق خرید رمضانیش را 50% کم کرده است. سال گذشته نرخ پایین‌تر بود. امسال محصولات به قدر کافی هست ولی نرخ بلند است. یک محصولاتی را که سال گذشته 1 کیلو می گرفتم حاضر نیم کیلو و یک محصولاتی را که نیم کیلو می گرفتم حاضر 250 گرم خریدم. مصر یکی از وارد کنندگان اساسی گندم از روسیه و اوکراین بوده. از آن نگران است که ادامه جنگ در اوکراین این کشور افریقای شمالی را از یک طرف با کمبود جدی گندم مواجه خواهد کرد و از سوی دیگر شماره سیاحان روس و اوکراینی را کاهش خواهد داد. در سوریه ایسام حبال رهبر یک مؤسسه خیریه آمادگی ها را به ماه شریفی رمضان خیلی بروقتر از 2 اپریل شروع کرد. او میگوید جنگ در اوکراین حال ناگوار هزارها ساکنی سوریه را تباهتر کرد و بسیاری ها امکان آراستن دسترخوان رمضانی را از دست دادند. ما آمادگی ها به رمضان را ماه گذشته آغاز نمودیم. خدا را شکر کمک های خیریه نه کمتر بلکه بیشتر شدند. سپاس به کمک رسان های سخاوتمند که تقدیم سرمایه را ماه گذشته شروع کرده بودند. مؤسسه زیر رهبری حبال به مردم نیازمند افطارهای مجانی تشکیل میکند. مشتریان میگویند که در بازارهای سوریه مواد غذایی کم نباشد هم برای بسیاری ها دست نارس شده است. نرخ‌ها نگران کننده می باشند. وضعیت بحرانی که در آن قرار داریم نیز تشویش آور است. امیدواریم که بحران اوکراین به طور آسایشته حل می شود، زیرا این جنگ به همه قشرهای اهالی تأثیری بد رسانده است. طبق آمار سازمان ملل متحد شماره مردم کم بضاعت سوریه در سال 2021 1,200,000 نفر بیشتر شد و حالا در این کشوری که 18 میلیون اهالی دارد زیاده از 14.5 میلیون نفر کم بغل به حساب می روند. در کشور دیگر عربی تونس جنگ اوکراین مردم را در بین مغازه‌های خالی و نوبت‌های دراز برای نان سرگردان کرده است. کارشناسان میگویند قبلا هم از سبب بحران سیاسی و اقتصادی در تونس کمبود غذا جای داشت. اکنون وضع جدی‌تر شده و هیئت صندوق بین المللی پول برای ارزیابی کمک به تونس سفر کرده است.